یه روش بهتون میگم، عکس رو تبدیل به اکسل کنید. این داده ها رو بکشید بیرون، ببرید توی اکسل. اینترنت هم نمیخواد، توی خود ویندوز انجام میشه. همونطور که میبینید اومدم توی یه کاغذ با خودکار یه سری داده رو نوشتم. بچه اینا همش دستنویسه ها، تایپ شده هم نیست. در گام بعد با گوشیم از این کاغذه یه عکس انداختم، عکس رو انتقال دادم به سیستم. حالا کلیدهای ویندوز، شیفت و اس رو با هم دیگه بگیرید. بیاید اینجا اون محدوده‌ای که داده هاتون قرار دارن دور تا دورش رو با موس بکشید. کلش رو انتخاب کردم. یه باکس الان این پایین ظاهر میشه، یه دکمه داره، علامت گذاری و اشتراک گذاری. روش کلیک میکنم، یه باکس دیگه ظاهر میشه. بیاید این بالا یه گزینه است نوشته عملکردهای متنی. حالا اینا سابقا همشون انگلیسی بودن و نمیدونم چرا فارسی شده الان. روش کلیک میکنم، الان داره عکستون رو آنالیز میکنه. یکم صبر بکنید و همونطور که میبینید تمام داده ها رو تشخیص داده، اومده دورشون رو سفید کرده. حالا کافی این بالا کپی به صورت جدول روش کلیک بکنم، تموم شد بچه. همه این داده ها کپی شدن. الان میام توی اکسل، کافیه بیام برای مثال توی سلول A1 کنترل وی بزنم، این داده ها همشون پیست شدن. حالا یه ذره به هم ریختگی داره، اصلا مهم نیست، کافی من عرض این ستونا رو اتوفیت کنم. از این نظرم به همین شکل. حالا این بوردراش هم مشکل داره، یه دونه کنترل A میزنم کلش انتخاب شه، از اینجا براش بوردر میزنم. به همین راحتی تونستم داده ها رو از اون عکسه بکشم بیرون.